وقتی که مریض بیماری داره میره دستشویی چطوری؟ خواهی شروع کنیم. سرم از اینجا بله. داره بود اینو گارو میبندی. خونتم رفتنش گارو میبندی. آنشکت آماده میکنی. با بدن کل ضد خونی میکنیم، پوست رو میکشیم با زاویه 0 تا 45 درجه مونده به زاویه بدن وارد رگ میشیم. به محض اینکه وارد رگ شد اینجا خون دیده میشه. وقتی خون دیده شد اینو باید ثابت نگه داریم با یکی از اون یکی دست اون پروانه‌ای یه طرفشو نگه میداریم. بعد سوزن رو میکشیم عقب‌تر. این دستی سوزن فلزی رو میکشیم عقب‌تر یکم چند میلیمتر و این پلاستیکیه رو هل میدیم به سمت جلو. سوزن رو میکشیم عقب، پلاستیکیه هل میدیم به جلو، سوزن عقب، پلاستیکیه هل میدیم و نهایتا میره تا انتهای این آنژوکه. بعد میتونیم گارو رو باز کنیم، چسب رو بزنیم و اینو باز میکنیم. سیف بند اونو باز کنیم خون نمیاد چون این بسته است. اینجا بسته است. این بسته است. خب بعد اینجا رو محکم باید بگیرم خب که خون نیاد. وقتی اینو کشیدم که خون میاد، خون نیاد و اینو با احتیاط میبندم. بعد اینکه بستم دیگه نیازی به هیچ کاری نیست. چسبم اگر نزدیم میتونیم تو این مرحله چسب رو بزنیم. قبل این